بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و صبح چهارشنبه همه شما بینندگان عزیز و مخاطبان گرامی شبکه خبر بخیر. هر کجایی که هستید انشاءالله سلامت باشید. افتخار میکنیم که در خدمتون هستیم با نخستین بخش خبری این شبکه خبر، مشروع خبرهای ساعت 6 صبح که تلاش کلی همکارانم هست در تحریریه پخش و استودیو که انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم. یک گزارش از کشورمان. متخصصان کشورمان موفق به تولید تکنولوژی شبتاب برای استفاده در ایستگاه‌های مترو، تونل‌ها و ساختمان‌ها شدند. در کلان شهر تهران برای رهایی از بنبست ترافیک و تبعات ناشی از آن، ساخت مترو به عنوان اساسی ترین راه در سالهای گذشته انتخاب و با جدیت فراوان در حال پیگیری است. ایجاد فرهنگ نظم در سفرهای درون شهری، فراهم کردن محیطی آرام، ارتقاء بهره‌وری مردم از طریق افزایش ساعات مفید کاری، کاهش آلودگی هوا و ترافیک و صرفه جویی در مصرف بنزین از جمله مهمترین آثار متروست. در حال حاضر 1,500,000 سفر در کلان شهر تهران با مترو صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود با اجرای طرح‌های توسعه قطار شهری و البته تخصیص به موقع اعتبارات این رقم به 5 میلیون سفر در روز برسد. اما استقبال روزافزون شهروندان از مترو باعث شده ایمنی ایستگاه‌های مترو نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد. قطع جریان برق در ایستگاه‌های مترو شاید در بعضی از مواقع برای خروج مسافران از ایستگاه مشکلات و خطراتی را به وجود آورد. هرچند هنگام قطع برق چراغ‌های اضطراری فعال می‌شوند، اما برای ایمنی بیشتر کارشناسان از نصب تکنولوژی جدیدی به نام شبتاب استفاده کردند. سیستم شبتاب یک تکنولوژی رنگدانه پرتو افکن است که میتواند در تاریکی مطلق بدون نیاز به برق انتشار نور کند. این سیستم شبتاب برای خروج اضطراری مسافرها در هنگامی که به طور کامل برق ایستگاه ما قطع میشه به هر دلیل انجام شده. ما دو تا سیستم داریم. یه سیستم برق اضطراری ایستگاه هستش که حدود 1/3 این چراغایی که بالای سر شما هستش در هنگام قطع برق روشن میشه. اگر به هر دلیل ما اون رو نداشتیم، از این سیستم میتونیم برای خروج مسافرها از ایستگاه استفاده بکنیم. هرچند لیسانس این تکنولوژی در اختیار شرکت‌های آمریکایی و چند شرکت اروپایی است، اما ایران برای نخستین بار موفق شد در شرایط تحریم با تولید نمونه‌ای پیشرفته‌تر از نیاز به واردات خودکفا شود. از اسفند سال 77 تا کنون میزان سفرهای انجام شده با مترو از مرز 2 میلیارد سفر گذشته است. به نظر می‌رسد با توجه به این موضوع ایجاد سیستم‌های ایمنی در مترو می‌تواند نقش مهمی در خدمات دهی به مسافران مترو داشته باشد. مستوری، خبرنگار شبکه خبر.